اگه پدرت یه ماشین قشنگ خرید، متوجه نشدید که هر روز صبح یا خودش ماشین رو شلنگ میگیره یا دستمالی تمیز میکنه، میکشه شیشه هاشو، دود گرفته، گرد و غبار گرفته رو کل بدن ماشین، چقدر آب داره مصرف میکنه که ماشینش گرد و غبارش بگیره، لاستیک ماشینش هر روز میتکنه. شما متوجه نشدید که یه دودی هم رو صورت پسر نشسته، یه دستمال لازم داره بکشید پوست بکنید؟ متوجه نشدید؟ یه دودی گرد و غبار هم صورت دخترت نشسته، تو آینه نگاه نکرده یه گرد و غبار رو صورت خودت نشسته، باید بگی استغفرالله. بچه های ما تو شکم مادرشون چهرهاشون دود گرفته بود که ارزش شیشه ماشین نداشته باشن، ارزش آیین ماشین نداشته باشن، بچه ها ارزش حیات خانه نداشته باشن، حیات خانه. هفته 3 بار تو حیات جارو میکنیم. آیا شده یه جارو دست بگیریم دل بچه ها جارو میکنیم؟ دل بچه ها سیاه نشده؟ تاریک نشده؟ آیا شده یه بچه ها تو شکم مادرشون سیگاری میشن؟ تریاکی میشن؟ مشروبی میشن؟ بچه ها رو دوست نداریم به اندازه ماشین؟ اگر خدای نکرده تو کوچه داری میری یه نفر سنگ زد تخشش این ماشین رو خورد کرد، تا اون پدر، حتی اگه بچه کوچیکم باشه، تا پدرشو به پازگاه نکشونی؟ چند بار سنگ زدن دل بچه های من رو تو خورد کردن، چشمشون کور کردن. آیا رفتیم نگاه بکنیم کی نخ سیگار تو انگشتای پسر ما دختر من تو گذاشته؟ کی این مدل لباس، کی این تفکر رو به بچه های من تو تزریق کرده تو مدرسه؟ آیا سوال میکنیم؟ شب که میشه تو روستاها، اگر گاو، معذرت میخوام، اگر گاو و گوسفند و شتر رو، من یه شب از روستای رد میشدم ساعت 11 شب بود، گفتم یه سری بزنیم، آشنا داشتیم، دیدم که دنبال اونجا میگن چرا قوه، هم چرا دست. گفتم برای چی میخوای؟ همه پریشان بودن، زن و مرد. گفتم بز، معذرت میخوام، بز که ظهر رفته گله 2 تا 3 تا بزا بر نگشتن، من تا 11 شبه، معلوم نیست تو هم کجان. و احتمال داره که چه؟ اگه تا شب پیداشون نکنیم حیوان درنده تکه تکشون بکنیم. تو شبها نگاه بکن، ساعت 12 1 شب محمد خونه است، احمد خونه است، بعضی جاها که زینب هم خونه نیست. ساعت 11 شب حالا زنا میرن عروسی، تازه حالا میرن سالن عروسی، معلوم نیست کجاست.